سلام به همه همراهان لوکسون. من الیاس هستم و امروز میخوام به یکی از ثروتمندترین افراد جهان، دونالد ترامپ، نگاه کنیم. اما نه به ثروتش، بلکه به این که این پولا چطوری خرج میکنه. ترامپ با سبک زندگی فوق‌العاده لوکس و هزینه‌های شگفت‌انگیزش همیشه در مرکز توجه بوده. امروز میبینید که چطوری 1 میلیاردها دلار رو برای لذت بردن از زندگی و پروژه‌های تجاریش مصرف میکنه. پس با من همراه باشید. اولین جایی که پول ترامپ صرف میشه خونه ها و املاک لوکسه. یکی از معروفترین و پرهزینه ترین املاک ترامپ عمارت مارالاکو در فلوریدا است. این قصر 126 تا اتاق داره و به گفته خودش این مکان برای مهمان نوازی و لذت بردن از زندگی ساخته شده. البته این تنها یکی از املاک های ترامپه. پنتهاوس ترامپ در برج ترامپ نیویورک هم با طلاکاری های خاص و دکوراسیون لوکسش نشون دهنده سبک زندگی پرهزینه اوست. یکی دیگه از راههایی که ترامپ پول خرج میکنه وسیله نقلیه لوکسه. جت شخصی ترامپ معروف به ترامپ فرانس وان یکی از گرانترین جت های خصوصی دنیاست. این جت بوینگ 757 سفارشی شده است که با چرم های گران قیمت و طلا تزیین شده. و البته فقط جت نیست، ترامپ از خودروهای لوکس مثل رولز رویس و لیموزین های سفارشی هم استفاده میکنه که براش هزینه‌های زیادی داره. ترامپ علاوه بر هزینه‌های شخصی بخش بزرگی از پولش رو در پروژه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مختلف خرج میکنه. یکی از بزرگترین هزینه‌هاش در پروژه‌های هتلداریه. ترامپ هتل‌های لوکس زیادی در سراسر جهان داره که در اونها هم هزینه‌های سنگینی برای طراحی و خدمات میشه. علاوه بر این ترامپ در زمین‌های گلف هم سرمایه گذاری کرده و هزینه‌های زیادی رو برای ساخت و نگهداری این زمین‌ها متقبل شده. سفرهای ترامپ هم بخش بزرگی از هزینه‌هاش رو شامل میشه. او معمولاً در سفرهایش از بهترین هتل‌ها و رستوران‌های دنیا استفاده میکنه. همچنین هزینه‌های مربوط به امنیت شخصی ترامپ در سفرها هم قابل توجهه. به گفته برخی منابع ترامپ برای تیم‌های امنیتی و خدمات ویژه‌اش میلیون‌ها دلار خرج میکنه. در نهایت دونالد ترامپ با پولهای زیادش زندگی لوکس و پرهزینه داره که هم در عرصه شخصی و هم در عرصه تجاری دیده میشه. نظر شما چیه؟ آیا خرج‌های ترامپ بیش از حد به نظر میرسه یا اینکه این سبک زندگی شایسته 1 میلیاردر موفقه؟ نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و یادتون نره که برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال لوکسون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.